چند گروه بودن، هر کسی یه جور داشتن تنبیه میکردن. گویا برای هر کاری، اینجوری من فکر میکنم، برای هر کاری یه تنبیه بود. چون برای من تنبیه خاصی قائل شده بودن. من مثلا سر یک مسئله با بابام حرف نمیزدم، با مامانم حرف غر کرده بودم. خدایی این بار اولی که اینا آمدن گفت تنبیه آقا چیه؟ اون سمت راستیه. گفت این دوتا دست از اینجا به پایین باید پوستش قلفتی کنده بشه، این یکی چپیه. آره اون شروع کرد، من هی جیغ میکشیدم. این دوتا دست من پوست کندن و اینم بگم زمانی که بهوشم اومدم بازم از این دوتا دست من سوزش داشتم. اولین چیزی که به فکرم رسید همین تنبیه بود که اینو رفتم با مامان اینا آشتی کردم. اینایی که بر دلیل آدم ما یه اختلاف کوچیک داشتیم همه رو برطرف کردم، آشتی کردم.